سلام به همه دانش آموزای گل کنکوری، خسته درسان نباشین. خب در خدمتتونیم با یک بازه یک ماهی تقریبا. این وسط وقفه افتاد و خب به خاطر اینکه خب استیبل نبود دیگه اوضاع و اینترنت هم وصل نبود. حالا که الان وصل شدیم میخوایم ادامه بدیم و خب متاسفانه یا خوشبختانه که غالبا خوشبختانه زندگی هم ادامه داره و ما برنامه‌ریزی رو میشیم. بچه‌ها ببینین، میخوام الان توی این وایس هدف صحبتم بچه 12 بچه 12 من تنها نکته‌ای که دارم بهشون، حالا اونا که یک سطح نسبتا خوبی دارن، غالب بچه کانالم همینطورین، مخاطبامون اینه که خیلی سریع دیگه 12 رو ببندن، یعنی کنکور رو ببندن، چون پایه رو به هر حال به هر نحوی شده تو بستی. 12 رو خیلی خوب ببندن که خودشونو ببرن سمت نهایی. بچه تو بازه عید تایم خیلی خوبیه که نهایی رو بری بالا. یعنی مثلا اگه یک کسی چه می‌دونم 8 ساعت درس بخونه، من روالم اینه که 4 ساعت رو بهش بدم عمومی، هر درس عمومی 1 ساعت بدیم، 4 تا اصلی ها، هویت سلامت رو بذار کنار، بیا وایس بعدی تا بهت بگم برای نهایی بچه کار کن.